بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان معزز و مکرم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 78 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام و آداب نماز جماعت و امامت خواهد بود که در 3-4 قسمتی گذشته در مورد فضیلت و برتری های نماز جماعت و ثمرات و فواید نماز جماعت و همچنین در مورد حکم نماز جماعت که چه حکم دارد، آیا واجب است یا سنت مؤکد است، و در مورد خواندن نماز نوافل با جماعت و در مورد امامت که افضلیت امامت را دارد و که حق اولویت امامت را دارد و همچنین در مورد حضور زنها در نماز جماعت و در مورد فضیلت صفهای اول و احکام دیگری، احکام و آداب دیگری از احکام نماز جماعت و امامت را در چند قسمتی گذشته در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما عرض بیان کرده بودم. و در این قسمتی از برنامه هم که قسمتی آخری این باب است، در مورد بعضی از احکام و آداب شخص نمازگزار که نماز خود را با جماعت میخواند باید چه احکام و آداب را مراعات کند و همچنین در مورد عذرهایی که جماعت را از انسان نمازگزار ساقط میکند و کدام عذرهاست که بنا به این عذرها جماعت از انسان مسلمان ساقط میشود. در مورد این در این قسمتی از برنامه ان شاء الله تعالی در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با شما خواهم بود. در مورد بعضی از آداب شخص نمازگزار که میخواهد که نماز خود را با جماعت بخواند، از جمله آدابش این است که وقتی که انسان وارد مسجد می شود و امام را در حالت رکوع می یابد، این شخص اجازه ندارد که قبل از اینکه در صف ایستاد شود نیت ببندد و به رکوع برود. یعنی از جمله آداب و احکام نماز جماعت این است که تا زمانی که در صف انسان مسلمان مقتدی ایستاد نشود باید نیت نبندد و باید به رکوع نرود. و این مطلب در حدیثی که امام بخاری او را از حضرت ابوبکر رضی الله عنه روایت میکند وارد شده که حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمودند انه انتهى الى النبي صلی الله علیه و سلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف. حضرت ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند که ما وارد مسجد شدم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یافتم که به رکوع رفته بودند و قبل از اینکه در صف ایستاد شوم ما هم به رکوع رفتم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز را سلام گشتاندند متوجه ابوبکر شدند و به ایشان فرمودند که زادک الله حرصا ولا تعد، ای ابوبکر حرص تو را الله متعال در کارهای خیر از این کرده بیشتر کند، لیکن این کار خود را دوباره نکن. یعنی این کاری که تو کردی که قبل از اینکه در صف استاد شوی به رکوع رفتی، این از باب حرص تو بود که خواستی که رکعت را درک کنی یا رکوع را درک کنی. و حرص در ابواب خیر کار خوب است، لیکن در اینجا نه، در اینجا باید این کار را دوباره تو نکنی. تا که در صف استاد نمیشوی باید نیت نبندی و به رکوع نروی. و همچنین حدیث را ابو داود رحمت الله علیه روایت میکند و در روایت ابو داود آمده که فرکع دون الصف ثم مشى الى الصف. حضرت ابوبکر قبل از اینکه به صف برسد رکوع کرد و در حالت رکوع باز قدم برداشته خود را در صف استاده کرد. و این حدیث دلالت به این میکند که از آداب جماعت این است که انسان نمازگزار تا که در صف نمی رسد
باید وقتی که داخل وارد مسجد می شود و امام را در حالت رکوع می یابد تا که در صف استاد نمی شود حق ندارد که نیت کند و به رکوع برود. باید اول در صف استاد شود و بعد از اون نیت بسته به رکوع برود. اگر امام را در رکوع در کرد خوب و الا رکعت را دوباره اعاده می کند، یعنی یک رکعت را قضا می آورد. و همچنین از آداب نماز جماعت این است که شخص نمازگزار حق ندارد که به تنهایی صف ببندد. شخص وارد مسجد می شود باید برای خود در صف جلو جای پیدا کند یا اینکه منتظر باشد تا که یک شخص دیگه وارد مسجد شود و او شخص در پهلوی از استاد شده دو نفر صف بگیرند، اما یک نفر به تنهایی حق ندارد که صف بگیرد. و این مطلب در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، از جمله حدیثی که امام احمد و امام ابو داود و امام ترمذی و ابن حبان رحمت الله علیهم از صحابی جلیل القدر وابسة بن معبد روایت میکنند که حضرت وابسة بن معبد رضی الله عنه فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی را دیدند که به تنهایی در پشت صف به تنهایی برای خود صف گرفته بود و به تنهایی نماز میخواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را امر کردند که نماز تو صحیح نشده، باید دوباره نماز خود را اعاده کنی. و همچنین حدیث را امام طبرانی با الفاظ مختلفی روایت کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این شخص فرمودند الا دخلت معهم او اشتررت رجلا، که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این شخص را دیدند که به تنهایی خود در پشت سر نماز میخواند، برای از او فرمودند که آیا چرا تو در صف داخل نشدی، در صفی که جلوی تو داخل نشدی، یا اینکه اگر جای پیدا نکردی یک شخص دیگر را از صف جلو کش کرده در پهلوی خود استاده نکردی. و همچنین امام هیثمی در مجمع الزوائد این روایت را آورده و در آنجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا انتهى احدكم الى الصف وقد تم، وقتی که یکی از شما وارد صف می شود و می بیند که صف تکمیل شده، در صف جای نیست، فلیجتذب الیه رجلا یقیمه الی جنبه، باید یک شخصی را از صف جلو از صف امامی کش بکند و در پهلوی خود استاده بکند تا که دو نفر در یک صف استاده شوند. و روایت دیگری هم به این معنا در امام طبرانی در معجم کبیر طبرانی و در مصنفات دیگری هم وارد شده که بعضی‌هایشان در سندشان ضعف است، علما قول به ضعف این حدیث این روایت دارند. بنابراین احادیث علما، یک تعدادی از علمای حنابلة قولشان این است که وقتی که نمازگزار به تنهایی در یک صف نماز میخواند نماز از او باطل است و صحیح نیست، باید نماز خود را دوباره اعاده کند بنابراین احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. اما جمهور علما قولشان این است که این روایات در مورد شخصی است که بدون عذر نماز خوانده و شخصی که بدون عذر در صف نماز بخواند، به تنهایی خود نماز بخواند، نمازش باطل است. اما اگر بروی عذر بوده باشه اشکالی ندارد. و تعدادی از علما هم قولشان این است که این کار صحیح نیست، نادرست است، اما اگر نماز خواند نمازش صحیح است و نمازش باطل نیست. لیکن علمای محققین جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه و امام حسن بصری و علمای دیگری از مذاهب اربعه قولشان این است که اگر بدون عذر بوده باشد نمازش صحیح نیست، اما اگر به عذر بوده باشد نمازش صحیح است. به عذر به معنای این است که اگر این شخص وارد مسجد شد و در صف قبلی جای پیدا نکرد و منتظر ماند که شخصی وارد مسجد شود و در پهلوی از ایستاد شود و شخص دیگری هم وارد مسجد نشد تا اینکه امام به رکوع رفت، در این وقت این شخص معذور است و این شخص حق دارد که به تنهایی خود نماز بخواند و نمازش صحیح است. اما اگر وارد مسجد شد در حالی که در صف قبلی جای بود باز همین در صف ایستاد نشد، به تنهایی خود ایستاد شد، این شخص معذور نیست، نمازش درست نیست. و اینکه وارد مسجد شد در صف قبلی جای بود لیکن منتظر نماند که شخص دیگری هم در پهلوی از او ایستاد شود و منتظر نماند و به تنهایی خود نیت کرد، این شخص هم معذور نیست،
نماز صحیح نیست، باید نماز خود را اعاده کنه. اما اگر برای عذر بوده باشد باز اشکالی ندارد. و در مورد کش کردن شخص دیگر در صف قبلی گفتند که این روایات هایی که در مورد کش کردن یا کسی دیگر را از صف قبلی اخراج کردن و در پهلوی خود ایستاد کردن، این روایات در سند این روایات ضعف است و به این روایات عمل نمیشود و لذا جمهور علما گفتند که چون در کش کردن شخص دیگر از صف قبلی این انسان مرتکب چند محظور دیگر می شود. از جمله محاذیر این است که شخص در نمازگزارها تشویش ایجاد میکند و کش کردن شخصی تشویش ایجاد میکند و همچنین در وقتی که شخص دیگری را از صف قبلی کش میکند در صف قبلی خلل وارد میکند و چون در اونجا خلاگاه وارد میشود و خلاگاه در صف درست نیست و همچنین وقتی که شخص دیگری را از صف کش میکند این شخص را از یک مقامی که افضل است بر مقام مفضول این را انتقال داده و این درست نیست، چون صفهای قبلی افضلیت بیشتر دارد و این شخص را از مقام افضلیت بیرون میکند و در جای استاد میکند که او مفضول است، یعنی فضیلتش کمتر است. و همچنین قواعد شرعی و آیات مبارکه به این دلالت میکند که انسان به قدر استطاعت خود مکلف است و این شخص به قدر استطاعت خود کوشش کرده که در صف به تنهایی خود استاد نشود و آنچه که از استطاعت بیرون است او به او مکلف نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند الله متعال هر نفس را به قدر استطاعت از او تکلیف میدهد و همچنین فرموده که فاتقوا الله ما استطعتم، شما از خدا بترسید به قدر استطاعتتان و این شخص به قدر استطاعت خود کوشش کرده و شخص دیگری را پیدا نکرد در پهلوش ایستاد شود و در صف جلو هم جای نبوده و این شخص کوشش خود را به خرج داده و در نتیجه شخصی را پیدا نکرد که در پهلوی خود ایستاد شود و این شخص معذور است، میتونه که به تنهایی خود در او صورت نماز بخواند. و همچنین از احکام و آداب نماز جماعت این است که انسان وقتی که وارد جماعت می شود باید امام را در هر جزئی از اجزای نماز که درک میکند در اونجا شامل نماز شود و منتظر نماند که امام از او رکن از او قسمتی از نماز فارغ شود به قسمت دیگر منتقل یابد. مثلا شخصی وارد می شود نماز در قیام، امام در قیام است باید وارد نماز شود و همچنین وارد مسجد می شود میبیند که امام در رکوع هست باید وارد رکوع شود و منتظر نماند تا که امام از رکوع سر خود را بلند کند و همچنین وارد می شود مسجد میبیند که امام در سجده هست منتظر نماند که امام از سجده بلند شود باید این شخص نیت کند و به سجده برود و همچنین وقتی که وارد مسجد می شود میبیند که امام در قعده نشسته منتظر نماند تا که امام از قعده بلند شود برکت سوم باید که نیت کند و قعده را با امام درک کند و این مطلب در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. جمله حدیثی که امام ترمذی از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فلیصنع کما یصنع الامام. وقتی که یکی از شما به مسجد میآید و میبیند که امام در هر حالتی که باشد باید امو کاری را بکند که امام کار را کرده، در هر حالتی که باشد باید با امام در مو حالت این شخص نیت کند و با امام او جزئی از نماز را درک کند و منتظر نماند تا که امام از او رکن نماز به رکن دیگری انتقال یابد. و همچنین امام ابن خزیمه رحمت الله علیه در صحیح خود از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئا. وقتی که یکی از شما وارد مسجد می شود و می بیند که ما در حالت سجده هستیم باید این شخص هم نیت کند و به سجده برود ولا تعدوها شیئا، لیکن این سجده ثواب سجده را میگیرد لیکن این سجده به حساب رکعت حساب نمی شود، چون وقتی که رکوع را انسان درک نکرد رکعت را درک نکرده لذا ثواب سجده را میگیرد، ثواب سجده را حاصل میکند اما این رکعت برای از او حساب نمیشود یا سجده حساب نمیشود. دوباره وقتی که رکعت را قضا میارد سجده را باید دوباره امروز از او رکعت باید قضا بیارد. و من ادرک الرکعت فقد ادرک الصلاه. کسی رکوع را یا کسی که یک رکعتی از نماز را درک کند مانند که ثواب جماعت را درک کرده باشد.
و همچنین امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف خود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند من وجدنی راکعا او قائما او ساجدا فلیکن معی علی الحالة التي انا علیها. کسی که وارد مسجد می شود و من را در حالت رکوع می یابد یا در حالت قیام می یابد یا در حالت سجده می یابد، در هر حالتی که من را می یابد باید نیت کند و وارد نماز شود و منتظر نماند که من از او حالت یا از او قسمتی از نماز منتقل بیابم به قسمتی دیگری. این احادیث و احادیث دیگری دلالت به این میکنند که از جمله احکام و آداب جماعت این است که انسان نمازگزار وقتی که وارد مسجد می شود و امام را در هر حالتی که می یابد باید نیت کند و با امام دمو حالت یا دمو قسمتی از نماز شریک شود و منتظر نماند که امام از او حالت یا از او قسمتی از نماز یا از او جزئی از نماز منتقل بیابد به جزئی دیگر. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستم با بیان آداب دیگری از آداب جماعت در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. با ما باشید. لقد رضی الله عن المؤمنین، مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود، پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان هستم با سلام و احترامات مجدد. و از جمله احکام و آداب نماز جماعت این است که انسان نمازگزار وقتی که میخواهد که برای ادای نماز جماعت به مسجد برود باید در رفتار خود از سکینه و وقار باید به طرف مسجد با سکینه و وقار برود و عجله در رفتن نکند. و معنای سکینه و وقار این است که همچنان که علمای لغت و علمای فقه بیان کردند، معنای سکینه و وقار این است که التأنی فی الحرکه، اول باید در حرکت و در رفتار خود آرامش داشته باشد، با عجله به طرف مسجد یا به طرف جماعت نرود. و دوم عدم العبثی، باید در رفتن به طرف مسجد از عبث خودداری کند، از چیزهای بیهوده خودداری بکند. و سوم غض الطرفی، وقتی که به طرف مسجد می رود نگاه خود را نگاه کند و به هر طرف نامحرم نگاه نکند و انظار خود را، چشمهای خود را پیش روی خود بگیرد. و دیگر خفض الصوت، آهسته کردن آواز، باید آواز خود را وقتی که وارد مسجد می شود آواز خود را بلند نکند. و دیگر عدم الالتفاتی، دیگر اینکه باید هر طرف نگاه نکند و باید متوجه مسجد بوده باشد. پس معنای وقار و سکینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیثی ما را ترغیب به این کردن که وقتی که وارد مسجد می شود، وقتی که به طرف مسجد برای ادای جماعت می رود باید با وقار و سکینه برود. معنای وقار و سکینه اولی است که باید در حرکت عجله نکنیم، آهسته آهسته برویم. و دوم است که باید از عبث و چیزهای بیهوده خودداری کنیم. و سوم است که باید انظار خود را به طرف چیزهای نامحرم متوجه نکنیم و متوجه رفتار خود بوده باشیم. و دیگر آواز خود را باید بلند نکنیم و دیگر اینکه هر طرف خود متوجه نشویم، باید فقط متوجه رفتن به طرف مسجد بوده باشیم. و این مطلب این که باید انسان وقتی که وارد مسجد میشد برای ادای نماز جماعت از سکینه و وقار کار بگیرد. در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، از جمله حدیث متفق علیه از ابو هریره رضی الله عنه که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السکینه والوقار، وقتی که شما اقامت را میشنوید به طرف مسجد، به طرف نماز بروید در حالی که سکینه و وقار داشته باشید. در حالت سکینه و وقار به طرف مسجد بروید که سکینه و وقار را ما قبلا بیان کردیم که مفهوم سکینه و وقار شامل است که باید انسان زود نرود، تأنی در حرکت داشته باشد و چشمهای را پیش روی خود بگیرد و آواز خود را بلند نکند و
در چیزهای عبث بیفایده خود را مشغول نکند و انظار خود را هر طرف متوجه نکند. بعضی فرمودند ولا تسرعوا، شما زود نروید به طرف مسجد، باید با آهستگی طرف مسجد قدم وردارید و حرکت کنید. فما ادرکتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا، آنچه که آن تعدادی از رکعات های نماز را که شما درک میکند آن را بخوانید و آنچه که از شما فوت می شود آن را دوباره قضا بیارید و عجله نکنید به خاطر درک کردن نماز. و علت و حکمت رفتن به طرف مسجد به سکینه و وقار دو چیز بیان شده در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اول اینکه در روایت امام مسلم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فإن احدکم اذا کان یعمد الى الصلاة فإنه فی الصلاة. حکمت اول از رفتن به طرف نماز به سکینه و وقار این است که وقتی که انسان قصد نماز را میکند گویا اینکه در نماز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإن احدکم اذا کان یعمد الى الصلاة فإنه فی الصلاة. وقتی که از شما قصد رفتن به طرف نماز را میکند گویا اینکه او در نماز بوده باشد و در نماز هر آنچه که در نماز نامشروع است در غیر نماز وقتی که او اراده نماز را میکند چون او در حکم نمازگزار است برای از او نامشروع است. و در نماز باید انسان سکینه و وقار داشته باشد، باید انسان در نماز سخن نگوید، باید انسان در نماز به چیزهای عبث خود را متوجه نکند، باید انسان در نماز حرکت‌های بی‌جا نداشته باشد، باید انسان در نماز آواز خود را بلند نکند. همین کار را باید وقتی که به طرف ادای نماز میرود همین کار را باید انجام بدهد. و این حکمتی از اولی از حکمت‌های این است که انسان وقتی که به طرف مسجد میرود برای ادای نماز باید از سکینه و وقار کار بگیرد و در رفتن عجله نکند. و حکمت دومش این است که وقتی که انسان به طرف مسجد می رود در حالت سکینه در نتیجه تعداد قدم های از او اضافه می شود، در تعداد قدم های از او افزوده می شود، چون هر قدر به آرامی را می رود همین قدر تعداد قدم هایی که او می بردارد او زیاد می شود و در نتیجه در برداشتن هر قدم او ثواب کسب می کند، اجر و ثواب کسب می کند و گناه های از او در نتیجه بخشیده می شود. و این مطلب هم در حدیثی که امام مسلم او را روایت می کند آمده از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان بكل خطوه یخطوها المصلی الى الصلاه درجه. هر قدمی که انسان نمازگزار برای ادای نماز به طرف مسجد می رود، هر قدمی که می بردارد در مقابل هر قدم الله متعال برای از او یک درجه و یک رتبه و یک فضیلت و یک برتری می بخشد. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حتى الله عنه سیئه. این انسان نمازگزار که برای ادای نماز به طرف مسجد می رود وقتی که قدم راست خود را بلند می کند در نتیجه از او الله متعال برای از او یک ثواب می بخشد، یک درجه برای از او می بخشد. و وقتی که قدم چپ خود را به زمین میگذارد در نتیجه الله متعال یک گناه از او را از گناه از او را می بخشد. پس هر قدمی که انسان بلند میکند در نتیجه درجه در درجات از او افزوده می شود. وقتی که انسان هر قدم خود را به زمین میگذارد در نتیجه هر گناهی از گناه از او بخشیده می شود. پس وقتی که انسان با سکینه و وقار به طرف مسجد می رود در نتیجه تعداد قدم های از او زیاد می شود و گناه های از او بیشتر بخشیده می شود و در درجات از او بیشتر افزوده می شود. و همچنین در مورد رفتن به مسجد به سکینه و وقار حدیث متفق علیه دیگری هم از حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت شده که رسول که ایشان فرمودند بینما نحن نصلي مع النبي صلی الله علیه و سلم اذ سمع جلبة. ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز جماعت را می‌خواندیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک سر صدای را شنیدند که در بیرون مسجد یا در دروازه مسجد سر صدای شد. فلما صلى قال ما شأنكم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از نماز فارغ شدند پرسیدند که این سر صدا از چی بود؟ چرا سر صدا کردین شما؟
قالوا استعجلنا الى الصلاه. صحابه کرام فرمودند که ما به خاطر در کردن نماز استعجال کردیم، زودی کردیم که بر نماز برسیم، در نتیجه سر صدای از ما بلند شد. قال فلا تفعلوا. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند که شما این کار رو نکنید، یعنی به خاطر در کردن نماز شما عجله نکنید. اذا اتیتم الصلاه فعليكم السکینه. وقتی که به خاطر ادای نماز وارد مسجد میشوید، فعليكم السکینه، باید با سکینه و با آرامش وارد شوید و عجله در رفتار خود نکنید و سر و صدای خود را بلند نکنید. فما ادرکتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا. هر آنچه که شما درک میکنید آن را بخوانید و آنچه که از شما فوت میشد را دوباره قضا بیارید. و این حدیث هم دلالت به این میکند که انسان وقتی که به مسجد میرود باید از سکینه و وقار کار بگیرد. و در مورد اعذار یا عذرهایی که سبب می شود که وجوب جماعت از انسان نمازگزار ساقط شود، احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که بعضی از اعذار را بیان کردند. از جمله این اعذار یکی مرض و یکی خوف است که انسان وقتی که مرض شدید داشته باشد و همچنین خوفی داشته باشد، به این معنا که در راه رفتن به مسجد دشمنی هست که از دشمن خوف میکند، یا در راه رفتن به مسجد درندهی هست که از او خوف میکند که در رفتن شاید سر از او حمله کنه و او ضرر برساند. در این حالت نماز جماعت از او ساقط می شود و میتواند که نماز خود را انفرادی در خانه خود بخواند. و این مطلب در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، حدیث متفق علیه که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و حدیث هم از ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر. کسی که ندا را میشنود، از آن را میشنود، باز هم برای ادای جماعت به مسجد نمی آید، نماز از او درست نیست مگر اینکه معذور بوده باشد. و صحابه کرام از راوی حدیث عبدالله ابن عباس پرسیدند که مل عذر، این عذری که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این عذر چی است؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمودند که الخوف والمرض. مراد از عذر خوف و مرض است که انسان خوف داشته باشد از دشمنی که در راه مسجد برای از او کمین گرفته، یا از درندهی که در راه مسجد استاد است و از او خوف داشته باشد، و یا اینکه مریض و بیمار بوده باشد که برای طرف مسجد رفته نتواند. و همچنین از جمله اعذار یا عذرهایی که جماعت را ساقط میکند باران شدید و همچنین گل و لای شدید که در راه مسجد بوده باشد، و یا اینکه سردی سخت و زیاد، لیکن این مقید شده به حالت سفر که انسان وقتی که در حالت سفر بوده باشد و هوا بارانی بوده باشد یا هوا سرد بوده باشد و یا در راه رفتن به مسجد گلولای بوده باشد در اثر باران، در این صورت جماعت از این انسان مسافر ساقط می شود. در حدیث متفق علیه که از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمودند کان نبی صلی الله علیه و سلم یأمر المنادی ینادی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منادی خود را امر میکردند که چنین صدا بزند برای مردم که صلوا فی رحالکم، شما در خرمه های خود در خانه های خود نماز بخوانید. چه وقت؟ فی اللیلة الباردة و فی اللیلة المطیرة فی السفر، در شب سرد و همچنین در شب بارانی در هنگامی که ما مسافر می بودیم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه می فرماید که در هنگام سفر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منادی خود را امر می کرد که برای ما صدا بزند و بگوید که شما در شبهای سرد و در شبهای بارانی میتونید که در خانه های خود نماز بخوانید، در خرمه های خود نماز بخوانید و برای ادای نماز جماعت و مسجد حاضر نشوید. و همچنین امام مسلم از حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند که فرمودند خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر فمطرنا، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک سفری بیرون شدیم و باران شد. فقال لیصلی من شاء منکم فی رحلی، بعد از اینکه باران شد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کی خواسته باشد در خانه خود یا در خیمه خود نماز بخواند میتواند که در خیمه خود و یا در خانه خود نماز بخواند و برای ادای جماعت نماز با جماعت در مسجد حاضر نشود. این حق را دارد، لیکن گفتیم که مقید شده در هر دو روایت در هر دو حدیث در حالت سفر. و همچنین از جمله اعذار که جماعت را ساقط میکند از انسان نمازگزار
حضور طعام است که وقتی که انسان گرسنه باشد و طعام حاضر باشد و در عین وقت جماعت هم حاضر شود، در این وقت میتوند که این شخص باید قبل از اینکه نماز جماعت را بخواند باید اول شکم خود را سیر کند و نان بخورد و بعد از او نماز خود را میتوند که به تنهایی خود بخواند. و همچنین در حالت دفع الاخبثین، وقتی که انسان را پیشاب بزرگ یا پیشاب خردی از او به تکلیف کرده باشد و در عین وقت جماعت هم حاضر باشد، در این وقت باید اول خود را قضای حاجت خود را بکند و حاجت خود را تکمیل بکند و بعد از او وضو گرفته میتوند که نماز خود را به تنهایی خود نماز بخواند. یعنی حضور طعام در وقت گرسنگی و همچنین دفع الاخبثین، به تنگ کردن پیشاب، کلان یا خرد جماعت را از انسان مسلمان ساقط میکند و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. از جمله حدیثی که امام مسلم و امام احمد از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو یدافع الاخبثین، نیست نماز جماعت یا نماز را خواندن با جماعت در وقتی که طعام حاضر بوده باشد، باید اول طعام را بخورد و بعد از او نماز خود را بخواند. و همچنین در وقت دفع الاخبثین، در وقتی که پیشاب خرد یا پیشاب کلان از او را به تکلیف کرده باشد، باید اول قضای حاجت خود را بکند و بعد از او وضو کرده نماز خود را به تنهایی بخواند. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه از ابی دردا، حضرت ابو دردا رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند، حضرت ابو دردا رضی الله عنه فرمودند من فقه الرجل اقباله على حاجته قبل حتى يقبل على صلاته و قلبه فارغ. از فقه و دانشمندی یک شخص این است که اول قضای حاجت خود را انجام بدهد و بعد از او در نماز ایستاد شود در حالی که فارغ البال است، یعنی ذهنی از او مشغول به طعام یا ذهنی از او مشغول به قضای حاجت نیست، ذهنش فارغ است و به حالت خشوع و خضوع و سکینه در نماز وارد شود. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و احکام و آدابی که متعلق به باب نماز جماعت و امامت بود هم در اینجا به خاتمه میرسد و در قسمت آینده ان شاء الله تعالی باب جدیدی از ابواب نماز را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.